کتاب تاجیکان در تاریخ ملت تاجیک یک چند نقش بازید که همین رو شما در یاد گیرید که اگر میخوایم درباره تاجیکان گپ بزنیم پیش از همین مهم است. یکم این که با به میان آمدن کتاب تاجیکان ملت تاجیک در نهایت صاحبی یک اثر بنیادی درباره خود شد. ما روایت داشتیم، افسانه داشتیم، اسطوره داشتیم، ادبیات بدیعی داشتیم، تاریخ‌های روایتی داشتیم، تاریخ‌های کلاسیکی داشتیم، مثلا تاریخ طبری بود، تاریخ نرشخی بود، تاریخ بیهقی بود، تاریخ خواندمیر بود، همه اینا بودن تا تاریخ گلشنی که در آخر. ولی کتاب بنیادی چی است؟ فوندامنتالی به اصطلاح علمی. کتاب فوندامنتالی به کتاب گفته میشه که متدولوژی دقیق علمی دارد، دستگاه علمی درست دارد، پژوهش علمی شده است، هر یک دلیل آن دقیق شده است. مثلا اگر شما کتاب تاریخ طبری گیرید، یک مادری کتابای تاریخی ما، اتفاقا مالی بسیار به آثار ادبی ما افتخار میکنیم، میگیم شاهنامه بزرگ است، مثنوی بزرگ است. در برابر این یکی از شاهکارهای ملت ما همین تاریخ طبری است. این طبری از طبرستان مازندران تاجیک است. یعنی بنابراین تمام تاریخ جهان اسلام در اساس طبری رفته شده است. ولی با وجود این طبری بینه جای میبید میگه روایت کنند که چنین بوده است، گویند که چنین است. ولی در تاجیکان گویند که روایت کنند که نیست. هر یک سطرش، هر یک سخنش در اساس پژوهش. میگه که من همینجا بازیافتا از فلان گورستان، از فلان قبر، از فلان معبد، از فلان جای اثبات میکنه که من مردم ما همینجا بوده است. یعنی این کتاب علمی پژوهشی است، این روایتی تاریخ تاجیکان نیست. انا برای میگم این کتاب فوندامنتالی، این کتاب بنیادی. و اگر قسمتی چرا ما یک تا آوردم، چون که همین قسمت آخرش بینید، فقط نامی سرچشمه ها که استاد استفاده برده است، نام سرچشمه ها 150 صحیفش است. این 150 صحیفه فقط نام کتابایی که در می استفاده شده است، از جمله 400 تاش با زبان‌های یونانی، لاتینی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، چند صدش با عربی و فارسی. یعنی این از نظر فراگیری مواد و سرچشمه ها اینقدر بی‌نظیر است که ما میگیم که این کتاب به همه معنا علمی و بنیادی است. پس تاجیکان با نوشته شدن کتاب تاجیکان صاحبی خیلی یک منبع اساسی و استوار خودشناسی شدند. این بسیار مهم است، زیرا ملتی که پایه‌های هویتش علمی نیست، ضعیف است، ناشناخته است، روایتی و افسانوی و خیالی و اتیمولوژی و احتمالوژی است، او ملت بقای زیاد نداره. پس این یک نقشش. نقش دومی که کتاب تاجیکان در تاریخ ما اجرا کرد، چخیل در اول گفتم، تاجیکان را صاحب شناسنامه کرد. او قسم اولی که گفتم برای خود ما مهم است، یعنی ما دیگر به افسانه تکیه نمیکنیم، به روایت تکیه نمیکنیم، بلکه ما به سندی علمی تاریخی درباره خود تکیه میکنیم. این یک. ولی صاحب شناسنامه کرد به این معنی که در جامعه علمی، در جامعه جهانی ما صاحب شناسنامه شدیم. کیست تاجیک؟ این تاجیک. در خارج میری، در کنفرانس علمی میری، در کنفرانس سیاسی میری، اینا ما صاحب شناسنامه هستیم که در اوج نام و نسب شجره ما دقیقاً ثابت شده است. اینا ببینید همه علمای ما که یگانتش اگر شجره داشته باشه که من سید زادم،
بحث میکنم مهرش در کجاست، اصلش از کجاست، کجا تصدیق شده است، این جعلی است یا حقیقی است. انا برای ملت هم همین گونه. این غفورов آمد شجرنامه ما رو درست کرد و داد و ما رو برای همیشه صاحب اصالت و شناسنامه نموده. این نقش دوم. ولی نقش سوم از همه مهم که برای همین کار ما او رو قهرمان میگوییم، افتخار میکنیم، این امروز 115 سالگیش از یاد بود میکنیم، همین است که استاد غفورов با نوشتن کتاب، با آفریدن این اثر، با همون بحث تاریخی درباره تاجیکان نقطه گذاشت. یعنی تاجیک قدیمی است یا نیست، غفورов نقطه گذاشت. تاجیک مردمی همین منطقه است یا نیست، غفورov نقطه گذاشت. تاجیک آریایی است یا نیست، نقطه گذاشت. زبانش از همینجا است یا نه، نقطه گذاشت. نژادش از همینجا است یا نه، نقطه گذاشت. صاحب این منطقه کیست، نقطه گذاشت. صاحب این تاریخ کیست، نقطه گذاشت. بنابراین بسیار سوالایی بود که بحث میکردن و او دوره شوروی خیلی بود که اگر در بحث علمی چیز ثابت شود پیامد سیاسی داشت. بنابراین استاد غفورov آمدن به همه این نقطه گذاشتن. از همین رو ما میگیم که بعدی غفورov دیگر یگان کسی از نظر علمی خود را احترام میکرده باشد، یگان نفر جدی در دایره علم تاجیکان را زیر سوال نبرده است. هیچ کس به این کتاب جواب گفته نمیتواند. زیرا من سببی را گویم که چرا به تاجیکان، به کتاب تاجیکان جواب گفته نمیتواند، چون که اینجا دو کار است. یکم این که غفورov هم صلاحیت بلندترین علمی داشتند. یعنی غفورov خیلی نه که یک سیاستمدار باشه و به علم مشغول شده. غفورov تمام عمر به علم مشغول بودن. تمام مقاله و کتابایی که تاجیکان نوشتن خودش گواه است که چگونه شخصیت علمیش زینه به زینه تا سطح اکادمیک آمده است. یعنی اکادمیک حقیقی، علامه حقیقی. دوم، غفورov باز شخصیت سیاسی قوی بودن. مثلا غفورov از سال 1946 تا سال 1956 ده سال راهبر دولت تاجیکستان بودن. 10 سال. یک شخصیت بزرگ سیاسی سطح شوروی، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیستی و سال 56 باز دیرکتر انستیتوت شرقشناسی SSSR شده. آنها شخصیت کلانی بود که با سخن او هجوم کردن آسان نبود. و نکن غفورov چیکار کردن که این کتاب با 10 چند قوی شد. وقتی غفورov دیرکتر انستیتوت شرقشناسی شده در سال 56 در همین تاریخ ها نوشتن که غفورov وقتی شده اونجا حدوداً 80 کارمند بوده. در دوره غفورov به 800 نفر رسید. یعنی یک انستیتوتی که 1000 نفر کارگر داشته باشد. یعنی انستیتوت شرقشناسی SSR با همون قدرت بزرگ، 10 شعبه آسیا و افریقا و هند شناسی، چین شناسی، لابراتوری و ارخئولوژی، قدرت پولی و مالی کلان. انا استاد غفورov بزرگی سیاسیشان ببینید، همین قدرت کلان امپریا را گرفتن در خدمت همین موضوع با کار ماندن. بنابراین مثلا 10 گروه علمای سوویتی با نام شما تاریخ آسیای مرکزی را می‌آموزید گفته اینا شما میرید موزه لندن می‌آموزید، شما میرید موزه پاریس می‌آموزید، شما میرید هندوستان، شما میرید ایران می‌آموزید. کجای در یک قبرستان است، یک قلعه است، یک کندنی ارخئولوژی است در دوردست. این اجینه تپا و کجا را ببینید چقدر سالها آموختن علما در زیر نام تاریخ آسیای مرکزی رو می‌آموزیم.
و هزاران همین علما را ده ها علما سفربر کن، توی را تحریر میکنی، توی را سوز میکنی و همین مثل ابر کامپیوتر همین حجمی بزرگترین معلومات در ذهنش کار کرده انا همین را آفریده است. بنابراین یگان کس دیگر به این جواب گفته نمیتواند مگر که هم خیلی یک انستیتوتی بزرگی مثل یا مویسی شرقشناسی SSR باشه که هر یک بابینه از نو تحقیق کنه یک اونجاش رد کنه. این در سطح یک ایمپریا نوشته شده است، این با قدرت یک ایمپریا نوشته شده است. از امی رو جواب میگردونن، یگان حرفش، یگان گپش، یگان جملهش، یگان فرگمنتش، یا که یگان تهمت میکنن، تحقیر میکنن، اما جواب بنیادی در سطح این کتاب کسی نمیتونه دیگر. بنابراین من میگم غفورов نقطه گذاشت. از همین رو این بزرگترین خدمتش این است که همین دایره های علمی، سیاسی، ملی که وقت می جوشیدن در همین بحثی که تاجیک کیست چیست هست نیست، همشون قناعت پیدا کردن که بله هر یک سطر کتاب اثبات میکند که تاجیک بود، هست، میماند.